خدای کریم ذات مهربان میگه که سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. تسبیح و ثنا و صفت او خدای را که او خدای آسمان ها و زمین است و او غالب است و او با حکمت است. له ملک السماوات والارض، پادشاهی آسمان ها و زمین از آن الله متعال است. چه کمالات داره او الله متعال؟ یوحی و یمید، او زنده میکنه و یمید و میمیراند. یکی از نام های خدا الممیت است، نه؟ خدای کریم ما را میمیراند. و هو علی کل شیء قدیر، و الله متعال برای همه چیز توانا است، برای همه چیز قدرت داره الله متعال. هو الاول، خدای متعال اول است، یعنی در ازل هیچ چیزی نبوده، خدای متعال بوده. و هو الاخر، هو الاول و الاخر، خدای متعال اول است و خدای متعال آخر است. هیچ چیز در عالم نمیمانه، اما الله متعال برای همیشه و ابد است. و الظاهر و الباطن، الله متعال ظاهر هم است، باطن هم است. شما خدای متعال در آثارش در همه جای میبینید، در درگ و در درخت و در سبزی ها و در انسان ها و در میوه ها، نمیبینید مگر؟ از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است، دیده ارجا باز میگردد دوچار رحمت است. برگ درختان سبز در نظر اوشیار، ورقش دفتر است معرفت کردگار مگر نیست؟ بله است. او خدای کریمی که ما به خاطر خدا عمیق کار بکنیم، خدای کریم برای ما هزار چندش میده. جای مولانا بخت میگه نیم جان بستاند و 100 جان دهد، نیم جان بستاند و 100 جان دهد، آنچه در وهمت نگنجد آن دهد. باید خدا طرف هستین، شما میفهمین یا نه؟ باور کنید در دین سختی ها است، مشکلات است، بدون شک ما قبول داریم. دیگه جای میگه که گه چونین بنماید و گه ضد این، گه چونین بنماید و گه ضد این، جز که ایرانی نباشد کار دین. باز باید میگه که کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. خدای متعال ما شما را از مردان حقیقی و از خانمان حقیقی این راه بگردانه. باز در اخیر میگه که هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شیء علیم، و الله متعال برای همه چیز بینا است. سبحان الله، چی خدای ما شما داریم، نه؟ چی ذات ما شما داریم، چی خدای قادر و توانایی داریم.